برق به موجودیت و جریان چارج های برقی گفته می شود که متشکل از الکترون ها و پروتون ها اند. و اما چارج های برقی از کجا می شوند؟ چنانچه شما می دانید مواد از ذرات کوچک به نام اتم ها تشکیل گردیده و اتم ها به نوبه خود متشکل از 3 نوع ذرات مختلف می باشند که عبارت از پروتون ها و نیوترون ها در هسته اتم و الکترون ها در اطراف هسته اتم هستند. پروتون ها در هسته اتم دارای چارج مثبت، نیوترون ها بدون چارج و الکترون ها در اطراف هسته اتم دارای چارج منفی اند. چارج های برقی بر اساس اینکه آیا در حال حرکتند و یا در حالت سکون قرار دارند به دو بخش برق ساکن و برق جاری تقسیم می‌گردند که ما و شما در اینجا روی موضوع برق ساکن کار می‌نماییم. برق ساکن چگونه به وجود می‌آید؟ برق ساکن در نتیجه برهم خوردن تعادل چارج ها معمولاً در سطح اجسام ایجاد میشه و این برق بیشتر در نتیجه مالش اجسام، یعنی هرگاه دو شی یا دو جسم با هم مالش داده شود در سطح اجسام برق ساکن ایجاد میشه یا برق ساکن تولید میشه که فعالیت هایی را که ما در نظر گرفتم اجرا میکنه. چرخش پنسل. برای اجرای از این فعالیت ما و شما با یک عدد پنسل، یک بوتل پلاستیکی، یک دانه پوخانه و با یک پارچه پشمی ضرورت داریم. روش کار چه رقم است؟ ما میگیریم اول یک عدد پنسل بالای بوتل پلاستیکی نصب میکنیم یا به شکل قرار میدیم. بعدش چی کار میکنیم؟ پوخانه را با مالش دادن روی سطح پارچه پشمی چارجدار میسازیم. اینو لگه ما پوخانه رو با پنسل نزدیک بسازم ببینیم چه اتفاق میفته. شما میبینید که وقتی من پوخانه را که با پارچه پشمی مالش دادم چارجدار شد، الکترون ها از پارچه پشمی در سطح پوخانه انتقال کرد، تعادل چارج ها رو در اینجا برهم زد یا برق ساکن در اینجا تولید شد. زمانی که من این نزدیک پنسل میسازم، هسته اتم های پنسل دارای چارج های مثبت است و این کوشش میکنه الکترون ها رو طرف خود جذب کنه که در اینجا یک قوه ایجاد میشه، قوه جاذبه بین پنسل و پوخانه و این باعث از این میشه که پنسل به چرخش بیاید. این میتونه یک فعالیت برای نشان دادن تولید برق ساکن باشه که ما و شما میتونه به راحتی را اجرا کنیم.